دلا تا کی در این دنیا فریب این و آن بینی. یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی. جهانی کاندرو هر جان که یابی پادشاه یابی. جهانی کاندرو هر دل که بینی شادمان بینی. به نام خداوند هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی صنف 12. بنده محمد علی نجفی، استاد ادبیات دری، در 23مین جلسه از مباحث درس شیرین و دلانگیز ادبیات دری در خدمت شما هستم. عزیزان قند، موضوع درس امروز ما دانش و هنر می باشد. امروز می خواهیم در مورد این بحث ها برایتان توضیحاتی ارائه دهیم. در ابتدا در مورد زندگی نامه شاعر امروز ما، در واقع سنایی غزنوی می خواهیم برایتان صحبت نماییم. یکی از شاعرای بزرگ قرن 6 هجری قمری و در ادامه بحث در حوزه درست نویسی نیز مطالبی برای شما به ارمغان آوردیم. با ما همراه باشید. خب درس را آغاز میکنیم دوستان عزیز و گرانقدر با موضوع بیوگرافی و زندگی نامه شاعر قرن 6 هجری. این شاعر کسی نیست جز حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی. ایشان متولد مدینه الاولیای شهر غزنه می باشند که در سنه 473 هجری قمری متولد شدند. خانواده ایشان همانند خانواده سعدی شیرازی اهل علم و عرفان هستند و به قول سعدی که می گفت هم قبیله من عالمان دینند، در واقع خانواده ایشان نیز از اهالی علم و عرفان بوده است. تحصیل میکنند در مدارس عالیه شهر غزنه و تحصیلات عالیه خویش را در زادگاهشان به پایان میرسانند و به دانش‌های متداول زمانه خویش دست پیدا میکنند و در سنه 545 هجری قمری که مساف است با سال 529 هجری شمسی در همین شهر زادگاه خویش در واقع وفات می نمایند. از نکات برجسته زندگی نامه سنایی غزنوی این می باشد که ایشان را نخستین کسی می دانند که واژه ها و اصطلاحات علم عرفان را وارد حوزه شعر دری نموده است. در طول زندگی ایشان دارای 3 حالت شخصیتی بسیار بسیار متفاوت بودند، به طوری که میگویند ایشان اول به سمت اشعار مدح و هجوگویی میپردازد، بسیاری از افراد را ستایش میکند و در مورد بسیاری از افراد زبان به نکوهش شعر میپردازد و در مرحله دوم وارد یک قسمت دیگر میشود و اشعار خود را در زمینه انتقادات اجتماعی و زبان وعظ و پند می گستراند و سعی می کند به این زبان شعر بگوید و در حالت سیوم زبان خود را به عنوان یک عارف صوفی مسلک بیان می کند. این 3 حالت شخصیتی در اشعار سنایی غزنوی تا انتهای عمر همراه ایشان بوده است که در واقع یک از نکات بسیار بسیار برجسته در مورد این شاعر و این شخصیت بزرگ قرن 6 هجری قمری می باشد. بخش دوم دوستان درست نویسی می باشد. بخش عمده و بخش ثقل مرکزی امروز ما دوستان این بخش است که شما را دعوت میکنیم به این بخش نظر کنید و این نظر شما باید تمام و کمال باشد. خب میگوید که هرگاه حرف پایانی واژه‌ای الف باشد دوستان، یک واژه دارید انتهای این واژه حرف الف آمده است. در همکناری با افعال اسنادی، کدام افعال بودن افعال اسنادی؟ افعال اسنادی استم، استی،
است، استیم، استید، استند و اند که الف از آغاز همه اینها به استثنای فعل اسنادی اند حذف می‌گردد. چه شد دوستان؟ یک بار دیگر هرگاه یک واژه داریم، هرگاه یک واژه داشتیم دوستان، این واژه انتهایش به چه ختم می شود؟ به حرف الف ختم می شود. میخواد در کنار افعال اسنادی قرار گیرد، در همکناری افعال جای گیرد. چه می شود؟ الف افعال اسنادی از ابتدایش حذف می گردد. همه ای افعال او الف را از دست می دهند غیر از فعل اسنادی اند. خب چه می شود دوستان؟ این گونه می شود. می گوییم که استم یک کلمه به نام تنها می آید. چیکار می کند دوستان؟ یک کلمه به نام تنها می آید در ابتدای افعال اسنادی جای می گیرد. چه می شود؟ وقتی جای می گیرد تنها که انتهایش به الف ختم شده به فعل اول شخص مفرد اسنادی اضافه می گردد. چه می شود؟ تنهاستم. نگاه کنید دوستان، این الف ابتدای استم که یک فعل اسنادی بود چی شد؟ حذف کردید. مورد بعد چی؟ استی داناستی، است جویاست، استیم جداستیم، استید بیناستید و استن گویاستن. نگاه کنید دوستان، همه این کلمات انتهایش به چی ختم شده؟ دانا، جویا، جدا، بینا و گویا کلمات هستن که انتهای کلمه به حرف الف مختوم شده. میخواهد در کنار افعال اسنادی قرار گیرن. وقتی جای میگیرن چه میشود؟ الف افعال اسنادی از ابتدای تمامی افعال برداشته و حذف میشود. غیر از چی؟ غیر از این مورد که گفتیم او فعل اسنادی اند بود. چه میشد؟ میگفتیم اما الف آغازین اند به حرف یا مبدل می شود. متعلم عزیز خوب دقت کن، حرف الف آغازین افعال اسنادی در حوزه فعل اسنادی اند تبدیل به چه می شد؟ تبدیل به یا می شد. در مابقی افعال این حرف الف دوستان حذف می گردید، اما در اینجا این الف چی می شد دوستان؟ این الف تبدیل به حرف یا می شد. نگاه میکنید کلماتی داریم مانند پیدایند، زیبایند و گرایند. کلمات پیدا، زیبا و گرا انتهای همه ای افعال چی موجود است؟ انتهای همه ای افعال الف قرار داده شده است. به فعل اسنادی اند اضافه می گردد. الف اند که اینجا داریم دوستان، درست است؟ نگاه کنید در اسلاید، اینجا که الف اند موجود است وقتی می آید ترکیب می شود اضافه می شود به واژه‌ای که انتهایش مختوم به الف است. این حرف الف تبدیل به حرف یا می شد. می شد پیدا یند، زیبا یند، گرا یند. این یک تغییری است که در حوزه افعال اسنادی رخ می دهد. خب از این افعال اسنادی گذر میکنین دوستان، وارد حوزه اعداد ترتیبی و اعداد ترکیبی میشویم. میگویند که اعداد ترکیبی تا حد ممکن یک جا نوشته میشوند. اعداد ترکیبی کدام اعداد بودن؟ اعدادی بودن که ترکیب پیدا میکنن از دو عدد دوستان. اعداد ترکیبی اعداد در واقع جمع شده و کنار همدیگه قرار داده شدن دو عدد را گویند که اعداد وقتی در کنار یکدیگر قرار میگیرند دوستان یک جا نوشته میشوند و همدیگر متصل میشوند. مانند چی؟ مانند 700، 6000، 500. نگاه کنید دوستان، همه ای اعداد از نظر نوشتاری چگونن؟ در یکدیگر وصل شدن، یک جا نوشته شدن. این حوزه اعداد ترکیبی بود دوستان. خب اما در جایی که امکان پیوستن نباشد در آن صورت جدا نوشته می شود. خب جایی هست که ما ممکن است این اعداد ترکیبی را نتوانیم در کنار همدیگر قرار دهیم. در اینجا ما مجبوریم، یعنی باید از سر اجبار و از سر اکراه این اعداد را چیکار کنیم دوستان؟ این اعداد را به صورت جدا نوشته کنیم. چه می شود؟ این گونه می شود.
نگاه کنید دوستان، 24 801 و 2011. نگاه کنید این اعداد به صورت کاملا جدا نوشته شده است. نگاه کنید 800 و 1. 800 خودش یک عدد ترکیبی است دیگه، درسته دوستان؟ پس متصل است، ولی وقتی یک عدد یک به او اضافه می‌گردد این متصل به او نمی‌شود، می‌شود 801. 801 2011. نگاه کنید دوستان، این اعداد از نظر شکل نوشتاری کاملا جدا نوشته میشوند، برخلاف اعداد ترکیبی بالا که وقتی میخواستیم کنار همدیگه اینها را بنویسیم چیکار میکردیم؟ به صورت یکجا آنها را می آوردیم. خب مورد بعدی دوستان میگوید که همچنین اگر پیش از عدد دویومی در اعداد ترکیبی دوستان، در اعداد ترکیبی اگر پیش از عدد دویومی های غیر ملفوظ وجود داشته باشد، در آن صورت نیز جدا نوشته می شود. پس نگاه کنید دوستان یک بار دیگر، اگر ما یک عدد ترکیبی داشته باشیم، این عدد ترکیبی دو عدد است، درست است؟ صحیح است دوستان؟ خب این عدد ترکیبی که دو تا باشد قبل از عدد دویومی که معمولا می شود عدد اول، بعضی وقتا 3 رقم باشد، عدد دویم یا همینطور. حال پیش از عدد دویومی در واقع اعداد ترکیبی اگر او در واقع واژه های غیر ملفوظ داشت، وقتی میخواهیم بیاوریم به صورت چی میآوریم؟ به صورت جدا میآوریم. نمونه چی میشود؟ عدد 300. نگاه کنید دوستان، عدد 300. خب عدد 3 چی دارد؟ انتهای عدد 3 های غیر ملفوظ دارد، میخواهد در یک عدد جدیدی اضافه گردد، ترکیب شود. چی میشود؟ میشود 300. این در او دوستان پیوند نمیخورد ها، دقت کنید. نمیتوان ما بنویسیم 300، این اشتباه دوستان. می‌نویسیم چی؟ 300 که چون به های غیر ملفوظ رسیده، پس باید این عدد یک عدد جدا نوشته شود. خب نکته بعدی دوستان این رو دقت کنید، واحدهای شمارش، توزین و مقیاس جدا نوشته می شوند. یک سری واحدهای ما در حوزه اعداد، در حوزه توزین، در حوزه مقیاس داریم که اینها نیز در کنار در واقع ما بین عدد و معدود خود باید آورده شود. بین این عدد و بین او معدود یک رابطه متقابل برقرار است، ولی وقتی ما در حوزه ادبیات دری میخوایم آنها را دوستان بیاوریم چیکار میکنیم؟ باز هم شکل نوشتاری عدد و معدود یک شکل نوشتاری جدا می باشد. باز یک جا نیاورید دوستان، این شکل اشتباه می باشد. به صورت کاملا جدا، کاملا منفک ما بین واحدهای شمارشی، بین معدود و بین عدد باید حالت جدا و گسست ایجاد شود. به طور مثال دوستان میبینیم این گونه که 7 سر گندم، 3 چارک کشمش، 8 پاو زعفران، 6 دیست دریشی، میلی گرم، سانتی متر و غیره. ممکن است یک سری در واقع واحدهای شمارشی دیگر نیز قرار گیرد. نگاه کنید در مورد اول 7 سر گندم، خب واحد شمارش کدام است؟ رنگش متفاوت است دوستان. سر میشد واحد شمارش گندم که وقتی می آید قبل در واقع چی دوستان؟ قبل از گندم قرار می گیرد سر و بعد از عدد قرار می گیرد. این در واقع عدد قبلی در واحد شمارشی دوستان یک جا نوشته نمی شود بلکه فاصله می گیرد. 3 چارک کشمش، نگاه کنید عدد 3 آمده قبل از واحد شمارشی ولی به صورت کاملا منفک و جدا آمده است. 8 پاو زعفران، پاو در واقع واحد زعفران می باشد، واحد شمارشی زعفران است که 8 به صورت کاملا جدا بیان شده. 6 دیست دریشی نیز همین گونه، واحد میلی گرم و سانتی متر نیز از واحدهای شمارشی دیگر می باشد که وقتی در عدد بعد از خود یا قبل خود قرار می گیرد به صورت کاملا جدا و منفک آورده می شود.
خب سوالات کانکوری مربوط به این بخش ها رو با یکدیگر نظاره کنیم. خب سوال اول میگوید که هرگاه حرف پایانی واژه حرف الف باشد در همکناری با افعال اسنادی که فعل اسنادی مد نظر اینجا چیست؟ استیم می باشد، الف از آغاز ای فعل چه می شود؟ خب فعل استیم چه نوع فعلی است؟ فعل اسنادی است که دوم شخص جمع اسنادی می باشد. یک واژه‌ای که انتهایش الف است به ای اضافه می گردد. خب حالی می خواهیم ببینیم که الف استیم چه می شود؟ یک به های غیر ملفوظ تبدیل می شود، دو حذف نمی شود، سه به حرف یا تبدیل می شود و چهار حذف می شود. کدام یک از این چهار حالت برای الف فعل اسنادی استیم رخ می دهد؟ چه می شود متعلم عزیز؟ احسن، گزینه صحیح می شود گزینه 4 که الف استیم از ابتدایش حذف می شود. مثلا میگوییم جویاستیم. دوستان نگاه کنید، جویا یک واژه است که انتهاش به الف ختم شده میخواهد به استیم اضافه گردد، الف استیم را میاندازد میشود جویاستیم. جویاستیم. خب سوال بعدی میگوید که بیت مرد عاقل ز لهو بپرهیزد، زین چنین عمر عقل بگریزد. این بیت شعر سروده کیست؟ فرم 1 کندوز 1396، 1 نظامی، 2 مسجدی، 3 سنایی و 4 بیدیل. کدام یک از این چهارگان شاعر بیت بالا می باشد؟ کدام از متعلم؟ اگر درس امروز که تحت عنوان دانش و هنر باشد رو خوب مطالعه کنید میبینید که یکی از ابیات درس امروز ما ای بود که این شاعر و در واقع نگارنده ای بیت کسی نیست جز سنایی غزنوی، شاعر مشهور اواخر قرن 5 و اوایل قرن 6 هجری قمری. سوال بعد میگوید که هرگاه حرف پایانی واژه الف باشد در همکناری با فعل اسنادی اصلی الف از آغاز آن چه می شود؟ فرم اول کاپیسای 1396، 1 حذف می شود، 2 حذف نمی شود، 3 به حرف یا تبدیل می شود و گزینه 4 به حرف همزه تبدیل می شود. خب الف اصلی چه می شود دوستان در ترکیب با واژه‌ای که انتهایش مختوم است به حرف الف؟ احسن، گزینه صحیح می شود گزینه شماره 1 که الف از ابتدای ای ترکیب حذف می گردد. گفتیم که در افعال اسنادی دوستان وقتی که یک واژه‌ای که انتهایش حرف الف دارد میخواد اضافه گردد در این فعل ها، الف از ابتدای همه افعال اسنادی حذف می گردد الا مگر غیر از یک فعل. او چه فعلی بود؟ او فعل اسنادی اند بود که او در واقع یک تغییر و دگرگونی دیگری براش حاصل می شد. خب سوال بعد میگوید که سنایی در چه سالی وفات نمود؟ سال فوت این شاعر بزرگ را از شما خواسته است. 1 542 هجری قمری، 2 544 هجری قمری، 3 545 هجری قمری و 4 547 هجری قمری. سال وفات سنایی غزنوی. کدام سال سنایی غزنوی در واقع فوت میکند؟ احسن، گزینه صحیح گزینه شماره 3 است. 545 هجری قمری سال فوت شاعر بزرگوار است که به عنوان نخستین کسی که واژه ها و اصطلاحات صوفیانه و عارفانه را در حوزه اشعار دری وارد نمود. سوال بعد میگوید هرگاه حرف پایانی واژه الف باشد، باز هم در حوزه نگارش، در همکناری با فعل اسنادی اند الف از آغاز آن فعل چه می شود؟ فعل ما چه نوع فعلی است؟ یک فعل اسنادی است.
کدام فعل نوع اسنادی است؟ فعل اسنادی اند است دوستان. می‌خواهیم الف را ببینیم که چه تغییری برایش حاصل می‌شود. 1 حذف می‌شود، 2 به حرف همزه تبدیل می‌شود، 3 حذف نمی‌شود و گزینه 4 به حرف یا تبدیل می‌شود. کدام یک از این چهارگانه حالت برای این فعل رخ می‌دهد؟ کدام از متعلم عزیز؟ برای اسلایدهای قبل گفتیم. احسن، گزینه درست گزینه 4 است که فعل اسنادی اند برخلاف مابقی افعال اسنادی که الف از ابتدایش حذف میشد در این نوع فعل در واقع او الف اند می آید تبدیل به چی می شود؟ به حرف یا می شود و افعالی از این دسته هستند که می توانند در واقع در حوزه افعال اسنادی اند قرار بگیرند، ولی او جزئی که اینجا برای ما اهمیت دارد کدام است متعلم؟ تبدیل حرف الف به یا در هنگام پیوستن واژه مختوم به حرف الف هنگام که به فعل اسنادی اند اضافه می گردید. سوال بعد میگوید واحدهای توزین و مقیاس چگونه نوشته می شوند؟ 1 جدا نوشته می شوند، 2 یکجا نوشته می شوند، 3 هم جدا و هم یکجا نوشته می شوند و گزینه 4 هیچ کدام از این حالت ها. خب واحدهای توزین مقیاس هنگامی که عددی می آمد ما بین عدد و معدود یک رابطه برقرار بود. کدام یک از این چهارگانه رابطه است دوستان؟ احسن، واحدهای توزین و مقیاس هنگام نوشته شدن جدا نوشته می شدن. 7 سر گندم، 8 پاو زعفران دوستان، 6 دیست دیریشی. واژه یادتان هست، ترکیب ها یادتان هست، به صورت کاملا جدا ما بین عدد و معدود نوشته می شد. سوال بعد میگوید کدام یک از ترکیب‌های ذیل درست است؟ خب این در حوزه همون دوستان واحدهای توزین، واحدهای مقیاس است و در واقع در کنارش اعداد است که به صورت جدا یا یکجا نوشته میشود. 1 700، 2 801، 3 سانتی متر و 4 3 چارک. کدام یک از اشکال املایی این 4 مورد دوستان درست است؟ کدام شکل درست می باشد؟ احسن، گزینه صحیح گزینه شماره 4 3 چارک است. 700 باید یکجا و کنار همدیگر و متصل به همدیگر نوشته شود. 801 درست است، فقط 800 باید به 100 بچسبد. سانتی متر سانتی از متر جدا نوشته می شود. تنها شکل درست 3 مابین این ترکیبات دوستان فقط شکل شماره 4 است که 3 چارک گزینه صحیح می باشد. خب متعلمان عزیز و گرامی، در پایان مبحث 23 رسیدیم. امروز در واقع یک روز بسیار بسیار شیرین و دلچسب در حوزه یادگیری نگارش اعداد ترکیبی، واحدهای مقایسوی و واحدهای توزین برای ما بود. امیدوارم که مطالب امروز نیز بر شمه علم شما دوستان افزوده باشد. تا جلسه دیگر و دیدار دیگر شما عزیزان را به خداوند منان و بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.